20 سال باید بری زندان. کدوم زندان انتخاب میکنی؟ بریم تو کارش. زندان اول خیلی خفنه، استخر داره، من واقعا ترجیح میدم این زندان، خیلی خوب بود. زندان دوم برای بدنسازاست بچه‌ها، همه امکانات بدنسازی همه چی هست، میتونید اونجا ورزش هم بکنید. زندان سوم کتابخونه است. فکر نکنم ما ایرانی‌ها این کتابخونه رو انتخاب کنیم. نظرتون چیه بچه‌ها؟ چهارمی زندانی پر از غذا. واه اینم خوبه، هر روز غذا آماده است. 20 سال بری زندان و غذا بخوری. بعدی چیه؟ بعدی هم یه دونه تو جنگله، مثلا فکر کن تو جنگل‌های کانادا. ششمی تو آکواریوم، اینم قشنگه ولی 20 سال خسته میشی، چشت درد میگیره، دهنت سرویس میشه. نه. زندان بعدی هفتمیش چه زندانیه؟ توی قطار زندانی باشی، قطار در حال حرکت. اینم جالبه ولی حالت به هم میخوره بعد یه مدت، قطار زده میشی. بعدی هم اینه که لب ساحل زمین والیبال باشه و بازی کنی. شما کدوم انتخاب میکنی؟